معمای هزار ساله مسجد 9 گنبد افغانستان یکی از قدیمترین معبد اسلامی در جهان. آن را در عصر 8 در عهد سامانیان در نزدیکی بلخ ساختند. کی ساخته است؟ چگونه از باد و باران و گذشت زمان امین مانده است؟ کسی نمی‌داند. باستانشناسان سعی دارند معمای ساخت این بنا را باز کنند. از چند جهت نادر است. ماندگاری، نقش و نگار و از نظر معنای تاریخی که دارد. مسجد 9 گنبد را سال 1960 پیدا کردند. حالا بزرگترین مشکل حفظ معبد از زمین لرزه است. مشکلی سختی داریم. ما اگر تمام بنا را پاکیزه کنیم که زیباییش نمایان شود، خطر فرو ریختن آن در زمین لرزه زیاد می شود. مسجد منقش زمان بسیار زیبا بود، اما وقت رنگ زیبای آن را زود داده است. اما امید است که شکوهش را باز می گردانند. حفظ بنا افتخار برای مردم بلخ است. نمیشه گفت که چقدر ارزش دارد. خاطر که یک بنای فرنگی است. از برای ما به حرص رسیده. ما هم باید به نوبه خود کوشش کنیم که این را حفظ کنیم. اگر همه چی خوب پیش برود ممکن است 9 گنبد نه تنها جای دیدنی برای سیاحان بلکه دیگر باره جای عبادت هم شود.